برابط بعد از 8 ماه ما برگشتیم دوباره. بعد از 8 ماه برگشتیم، اما با خاطره بد. 8 ماه پیش ما آخرین ویدیومون ولاگ شمال بود. کسایی که یادشونه تو کامنت ها بنویسن ولاگ شمال رو. اون موقع خاطره تلخ و بدترین روز عمرم بود. اون موقع که نه، بعدن اون موقع بعد مثلا 1-2 روز اینا پدر بزرگ من متاسفانه فوت کردن و من دیگه کلا یادم رفت یوتیوبو و فعالیتو گذاشتیم کنار. اما من چند روز پیش یه دونه شورت ویدیو گذاشتم که بالای 1000 تا بازدید داشت و ویو. آقا من یوهوی کورکو پرام ریخت، گفتم وای 1000 تا بازدید یوهوی چجوری؟ آقا دیگه تصمیم گرفتم فعالیت رو شروع کنیم. هر جمعه ها ساعت 9 براتون ویدیو رو آپلود میکنیم. اما امروز یکم دیر شد. ببینیم بعد امروز یکم دیر شد و عذرخواهی میکنم ازتون این چند وقتی غیبت داشتم. بریم از این مود برگردیم، مود نمیدونم ناراحتی و غم و غصه ول کنید بچه‌ها لطفا اینم بهتون بگم، اون دکمه سابسکرایب لعنتی و بس شما 1 ثانیه کار داره، بزنید سریع لطفا، خواهشن التماستون میکنم که اون دکمه سابسکرایب رو بزنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم. بسته کیمدی اما 2025 اون موقعی که ما آنباکس میکردیم 2024 بودش. خیلی تفاوت داشته. امباپه اومده، رئال، کارتای رویال اضافه شده، خیلی کوپا آمریکا، خیلی کارتای خفن. و بریم ازتون عذرخواهی میکنم یکم بک‌گراندم بده، چون حالا از هفته دیگه ایشالله درست میشه. بریم که آنباکسش کنیم. این بسته خوشگل وینیسیوس جونیور، آدریانو و دفاع بایر مونیخ اسمشو یادم رفت، کره‌ایه فکر کنم. آقا مثل همیشه یادش بخیر. بسته پولومه همطور که میبینید. بریم با هم بازش کنیم. خودتون که ببینید. میذاریم اینجا مینی فیگور، پایش، این و وای فکر کردم یه لحظه رونالدوه. کارت پرایم آقای سادیو مانه شماره 5. کارت پرایم هم اضافه شده. برچسب کالافیوری 98. برچسب گابریل ژسوس و اینم کارت خولیان آلوارز. کارت بیسیک که این شکلی شده و تفاوت داره همینجور که میبینید. این از این از کارت سادیو مانه. خب برعکس اینو یادم رفتون نشون بدم. آلبوم کیمدی 2025 براتون آوردم که ببینید دیگه کارت کوپا آمریکاست که این شکلی شده، وینیسیوس جونیور و اینا هم بریم که بذاریم توی آلبوممون. تا من برم بذارم ویدیو رو قطع میکنم و بریم با هم ببینیم. برعکس این از 2 تا کارتمون همینطور که میبینید سادیو مانه پرایم و خولیان آلوارز بیسیک. رفقا تا یک ویدیوی دیگه با محیجی خدا نگهدار.